سلام به نام خدا. این دستگاه که هست دستگاه آی فرکانسیه که دارای 4 تا دستوب می باشه برای ضد عفونی، ضد قارچ، ضد لک، برای ریزش مو خیلی مفیده. همین رقم که میبینیم 4 تا دستوب داره. یکی هست برای موه، برای ضد قارچ، ضد عفونی میکنه، برای پوست سر خیلی خوبه، از ریزش مو جلوگیری میکنه، برای رشد مو هم خیلی عالیه. دیگه این دستوب که هست برای دور چشم استفاده میشه، برای تیرگی دور چشم، برای جذب مواد مثل سرم اینا که به صورت خود میزنیم، بعد از این به روی استفاده کنیم بیشتر جذب میکنه برای پوست. و این دستوب دیگه که هست برای جوشای زنده استفاده میشه، برای جوشایی که چیرکی باشه استفاده میشه. و این دستوب که هم که هست برای کل صورت استفاده میشه، ضد عفونی میکنه، جوانساز، آبرسان، ضد چروک. یک دستگاه خیلی عالیه. طریقه روشن کردن و استفاده از این برای شما بگم که وقتی که روشن میکنین اولی اگه روی، چون اون تو برقی که فرکانسی که برقی که از خود تولید میکنه یک حالت جرقه‌ای داره و وقتی شما این اول اگر میخواین که کلاینت شما احساس بعدی نگیره بره، خب اولی رو بگذارین رو پوست بعد روشن کنه و 5 دقیقه الا 6-7 دقیقه بیشتر هم نباید روی پوست استفاده کنیم. و این دستگاه هم که وقتی روشن میکنیم اول فرکانسی که از این خارج میشه این اول روی پوست کلاینت خود میگذارین، به این صورت اول انگار روی پوست میگذارین بعد روشن کنین. برقی که از خود تولید میکنه ولی اول یک جرقه میذاره احساس بعد نگیرم بره. ضد لک هم هست، ضد چروک و خیلی یک دستگاه خوبه عالیه. شما میتونید از این به خونه هم استفاده کنید. هفته 1 بار صورت خود اول پاک تمیز میشورید، خشک میکنید و بعد اگه خواستین سرم چیزی بزنید زیر پوست خود اول میتونید بعد از این برو پوست استفاده کنید و موی قم هم میتونید استفاده کنید. با استفاده از این گازهای استریلی هم میتونید رو پوست خود بگذارید بعد از این استفاده کنید و از این ماسکای ورقه‌ای هم میتونید استفاده کنید. ماسک ورقه‌ای اول بگذارید رو صورت خود و بعد از این اولی بگذارید رو صورت و بعد روشن میکنید. خیلی ممنون. خواستم این دستگاه برای شما به معرفی بگذارم و امیدوارم که مفید بوده باشه.